گذشته را با سوره خواندن لازم یا اینکه بی سوره اگر 4 رکعته باشد. این چنین نماز ویتر واجب. سوره های نمازهای قضای گذشته را مثل خودش خوانیم. همون 4 رکعتش 2 تا با سوره 2 تا بی سوره، 3 رکعته ها را 2 تا با سوره 1 تا بی سوره، چه از ویتر واجب هم که باشد. فقط اینجا در با سوره گفتن زمانی که آدم میگه اگر یادش قضایی دارم، مقصد سال گم کردگی است، وقت گم کردگی است، اینجا بعد خدا رحمتش کند صاحب فتاوای خلاصه را میگه که با سوره خوانند. اگر مثال زیاتی هم که خواندن همه وقت نماز نافله با سوره می شود، زیاتی خوان از نافله حساب می شود. این هم در پیشگاه خدا باز گویم که فضیلت و بزرگی این آدم بلند می کند. دوم، هنگام نماز خواندن کلمه